و این که مال تو، جان تو، خانواده تو با خدا معامله بکنید. الله خریدارشه. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. حاضر نفس تو برای الله بفروشید؟ خانواده تو بفروشید برای الله؟ الله مشتری است. مال تو، خدا میگه ان الله اشترا یعنی خرید، مشتریه. خداوند مشتری جان و مال و خانوادته. انفسهم و اموالهم، که حاضر با الله که مشتریش معامله بکنه. بأن لهم الجنه، در مقابلش بهشت براشونه. بالاتر از بهشت وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون فی رؤیته. پروردگارتون در بهشت فردوس میبینید همونطوری که ماه شب بدر میبینید، بدون هیچ ازدحامی. للذین احسنوا الحسنى و زیاده. نعمتی بالاتر از بهشت دیدار خداست که وقتی خداوند متجلی میشه این پرده حجاب رو بلند میکنه، یک پارچه نوره. سبحان الله. الله نور السماوات والارض. اونجا دیگه بهشتیان، حور بهشتی و نعمتهای بهشتی و انهار بهشتی و درختهای بهشتی و میوههای بهشتی و قصرهای بهشتی همه رو فراموش میکنن، مات و مبهوت میشن در مقابل این همه جلال و جمال. برای خودتون قیمت پایین نزنید. الله خریدار شماست. وقتی با الله معامله نکردید دیگه اونجا بیرون ایستاده ابلیس. مواد مخدر بهت میده تو رو میگیره، مشروبات بهت میده تو رو میگیره، زنا بهت میده تو رو میگیره دیگه. وقتی این همه انسان ذلیل باشه، قیمتش پایین باشه که دیگه حاضر نشه با الله معامله بکنه، باید بره با شیطان معامله بکنه. کالا و متاع